قانونگذارایی که قانون ضد شریعت الله میسازن، رئیس جمهور است، پارلمان است، کانگرس است، مجلس نماینده ها هست، شورای ملی هست، لوی جرگه هست. هر کسی که قانون ضد شریعت الله میسازه باید به این کافر شوی. رجوع بکن و به الله صادقانه بگو که یا الله، ما به تمام این کسایی که قانون ضد شریعت الله میسازن ما به این کافر شده. و اگر کدام وقت مثلا ما همراه از این طاغوت ها در پانتونش درس دادیم، توبه میکنیم، استغفار میکنیم که یا الله، اگر او هم که مثلا تو در مکتبش درس میتی یا در پانتونش درس میتی و اگر دفاع میکنی و مسلحانه بودی، توبه بکو. توبه بکو، فرصتش است. توبه بکو، فرصتش است. توبه بکو، فرصتش است. توبه بکو، فرصتش است.